کامانی عزیز سلام. وقتشه که به داد پوست صورتمون برسیم. امروز میخوایم با هم یه ماسک خونگی درست کنیم تا از شر این جوشا خلاص بشیم. بعد از اینکه صورتمون رو شستیم ماسکمون رو میزنیم. برای درست کردن این ماسک به 1 قاشق پودر چای سبز، 1 قاشق عسل و 1 قاشق ژل آلوورا نیاز داریم. خب اینا رو با هم مخلوط میکنیم. که برای رفع جوش فوق‌العاده موثره این ماسک. و 1 قاشق ژل آلوورا. خب همه این مواد رو با هم مخلوط میکنیم. و به مدت 15 تا 20 دقیقه میذاریم روی پوست صورتمون بمونه. به آرومی ماسک رو روی صورتمون میزنیم. بعد از اینکه 15 تا 20 دقیقه مون صورتمون رو با آب ولرم میشوریم. خب از این ماسک استفاده کنین. برای بهبود جوش راه‌های مختلفی وجود داره. بیاین تو کامنت ها راجع بهش صحبت کنین. دوستتون دارم. فعلا.